سلام دوستان، امروز در اردکان به استقبال نوروز رفتیم و میخوایم از حال و هوای مردم و مغازه‌دارا واسهتون بگیم. با ما همراه باشید. فروش شما توی ایام نوروز چطور بوده؟ فروش ما در ایام نوروز بسیار خوب بوده و خیلی چشمگیر بوده و مردم به ما لطف داشتن. معمولا ایام عید که بیشتر میشه، چون مسافرای نوروزی میان بیشتر میشه، اما بستگی به نرخ و به قیمت و بالا رفتن جنس داره که الان مشتری چطور بپسنده. امسال زیاد شوقی نداشتم مشتریا برای خرید، چون تماسات با رمضون، همین که شرایط اقتصادی خیلی دست مردم رو تنگ کرده بود، ولی با این وجود بد نبود، خدا رو شکر خوب بود امسالا. با توجه به اصطلاح حالا کالا برگایی که اعلام شده، بله یه مقدار بازار رونق گرفته، ولی ما قبل اون متاسفانه بازار خیلی سنگین و راکد بود. امسال نوروز رو چطور برنامه‌ریزی کردید؟ سلام خدمت شما، خسته نباشین. ما نوروزمون چون از شهرهای خودمون تشریف آوردیم اومدیم اینجا اردکان، باید یه جوری برنامه‌ریزی کنیم که بتونیم نصفش رو تو شهرهای خودمون بگذرونیم، بتونیم همچنان سر کارمون هم باشیم. امسال نوروز رو من اصطلاح خیلی زیبایی براش تعبیر کردم که بهار در بهار، یعنی بهار قرآن که ماه مبارک هست رو با بهار طبیعت در کنار هم می‌بینیم که انشالله با ظهور امام زمان تکمیل بشه انشالله. امسال اول قرار کارهای نوروزیمون رو انجام بدیم، مثل کارهای توی خونه، کارهای مغازه، بعد رمضون هم هست، مهمونی بدیم، مهمونی بگیریم. نظرتون در مورد حال و هوای عید نوروز، خرید و فروش چیه؟ خب خیلی خوبه، فضای شهر داره آماده میشه کم کم، گلکاری میشه و اینکه داریم ماهی نزدیک میشیم که مسافرها کم کم دارن میان شهر ما برای دیدن بافت‌های تاریخی و این خیلی خوبه و خوشحال میکنه ما. اصلا یه حال و هوای عجیبی داره، یعنی کل شهر یه حال و هوای خیلی قشنگ جالب حاکم میشه تو شهر و مردم خرید و فروش چشمگیری دارن توی ایام. حالا هوای نوروز حالا به هر حال مردم طبق سنت دیرینی که بوده، بله یه مقدار فروش بالا رفته و رونق داره بازار. حالا کل سطح شهر میتونید احساس میشه، لمس میشه اینجا به هر حال. بله آداب و رسوم خاصی هم تو شهرتون دارین؟ بله، دید و بازدیدای خودمون رو داریم تو شهرمون، معمولا به دیدن بزرگترامون میریم. امسال مسافرت هم میرید عید؟ انشالله اگر توفیق باشه، انشالله بعد از ماه مبارک انشالله روزا هم تموم شد، انشالله بچه‌مون رو میبریم برای مسافرت انشالله.